بس دیگه عربا رو میلیونر کردیم، میلیونر شدم عربا. اغزا نریم به اغزا به عربستان پولا خو خرج نکنیم، به افغانستان هم مردم یخ زد. سر زمستون خنک شده منفی 20 درجه. یک کدوم شما حاضر نیم خیرات بدیم، زکات بدیم بهمونا. اگه به دنبال خدا میگردیم، اگه میخوایم که خدا و رسول از شما خوش شه، کار نیکی بکنیم، بریم مردم رو کمک کنیم، کمپال بخریم، روغن بخریم، برنج بخریم، وسایل که اونا رو گرم میکنه بریم بدیم، خدا از شما خوش میشه. سعدی گفته کسی نیک بیند به هر دو سرا که نیکی رساند به خلق خدا. خدا را بدان بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. شما دنبال چی؟ چرا راه خورگم کردیم؟ خدا به تمام مملکت شمونه، همسایه شمونه و پیش شمونه. دل یتیما، دل غریبا، دل کسانی که ندارم، معتادا، عملا هم معتادا به زیر پولا میمورم. همه شما بیغم خوید. پولایی که میریم به عربستان و دیگه جا خرج میکنیم، شما نگاه کنید یک عرب غریب نمیبینیم، میلیاردر هم تریلیاردر از پولا شما مردم، از تمام دنیا هر سال مردم میرن به اونجا پول خرج میکنن. درسته خداوند گفته که به حج بریم، من نمیگم نریم، ولی حج شرایطی داره. حج با اولت قبول میشه که همسایه‌ها شما، هموطن‌ها شما غریب، دوستا شما، قوما شما غریب نباشن. آخه شما نگاه کنید مملکت شما چیاله. بیایم دست به دست هم بدیم، کمک کنیم، مردم رو کمک کنیم. خنک شده هر رو میمورم. خدا کنه از گپام خفه نشده باشیم دوستا.